دوستان عزیز سلام علیکم. امروز 26 نوامبر سال 2025 می باشد. خوشبختانه ما امروز باز یک آب رو آوردیم در دهه چوربو برای تامین یک 10 خوجگی دهه چوربو در نزدیک کوپی چوربو. من این آبی ما رو آوردیم. آب رو آورد من میگید آب میزدگی برادر ما دلشد بو اینا ببینید عدسی کورا در آفتابانی دل جگرش میتوان. دلشد جون چند سالش ما آب میبروده؟ 6-7 سال شد آب میبروده. همه وقت جای زدگی تا آب میبره؟ یگان تا بود که شما زده آب نبرومد؟ یا تا دوتا شد. شما جای آب رو انیق کرده میتونید؟ نه. شما چقدر با آب رو میبروید؟ چقدر میدونید؟ همین صاحبی خانه صاحبی که کدام کس شکست هوای گوید که همینجا زن همینجا میزنه. اینجا زن اینجا میزنه. درست؟ چند متر زن باید هم کم میزنه. 200 متر میزنه؟ همدارون عزیز من این دستگاهشون بود. دستگاهشو علاقه جدا کردیم آب رو ما از این سر دادیم. من همینجا آب دادیم. من همینجا. بازی من خودم گیرم. من همدارون عزیز من همینجا آب دادیم. ما اینجا حالی قطی میسازیم، کانالیزاسیون میکنیم، محکم میکنیم اینجا، کالودیس میکنیم و من این آب ما برو وردگی آزی دلشد اینجا بیا. من این آب برو مسود است، همین رو با بلندی 40 متر زدیم ما از سد دریا. من این دریا هست از دریا دورتر یک 6 متر 8 متر دورتر 40 متر زدیم. یک شب روز شد ناسوس رو ما نکشتیم. ناسوس ما بلندیش 123 متر باید آب بروره با توانی 5 کوب در یک مینوت در یک دقیقه در یک ساعت 5 کوب در یک ساعت. این آبی زیر زمین است. دلشد رقم تلفن شما چنده؟ 902 33 73 60 902 33 73 60. همداران عزیز دوستان عزیز انا با یک چیز معلوم کنم که من همین آب رو یک مترش رو 1300 به من کنده داد همین دلشد. برای چه قیمت کند؟ برای آنکه با ما توربای 709 میگن. 709ش انا از اتسینکوفکا زنگ نمیزدگی است. برای داخلش انا این شلنگ رفتگی نکشته ناسوسی زیر زمینی گلوبینی پرتدگی هستیم و با تروس بستگی هستیم در تنه همین چوب که نغلطد و برق رو پیوست کردگی هستیم. خلاصی که به شما یاد میتید. دلشد تخمینا 1 مترش چند پول میزنید؟ سمتر اجور هم میکنه هر جا هر خیلی هر جا هر خیلی شما همش از خودتون میزنید یا که شرطنامه میکنید صاحب خونه تروبه بیارد و ناسوس خودش رو بیارد؟ تو گوری بگیرم فرو میکنه به ماتریال هم با ماتریال هم فرق نداره. من همدورون نیست شما میتونید فقط چخوریش رو این کسو کنن و اسبابش رو شلنگ و موتور و دیگر ناسوس دیگرش خودتون میبیارید. من همدورون عزیز برای چی من در اینجا آب زدم گپ زنم؟ برای آنکه انا آبی دریا که ورزو میبیاد چنون افلاس است که خوردن این مکروه است. تمام دچه ها حاجت خانهشون همه است. تمام قشلاق ها و حمام هایشون همین دریا داماس است. یک قبری کلان کفیدگی است در پیش گیس. از درونش پرتو برآمده در پرتوهای خاک از توالت لخ تمام اخلاط برآمده است میبیاید و همین رو ما چندین سری سال میخوریم و کسلی یک مرتبه از اینجا خروج هم شده بود. کسلی گنده و ما مجبور شدیم چندین مرتبه مراجعت کردیم هیچ کس به داد ما نرسید و قبور را ساز نکردن. خلاصی گپ کانالیزاسیونشون کار نمیکند و ما آبی زیر زمین رو برآوردیم. این چنین من چیکار کرده بودم در 10 سال اخیر؟ من این ناسوس است بازی کار کرده شده است. من این را ساختم خلق از همین من این تروباش 170 خوجگی با آب می رود و باز ما چیکار کردیم؟ بودازگیری همه این بودازگیری دودری من دودری خودی برادر خودیم سپانسرش دودرک منای و همین تروبایا هم خیلی آوردیم از کانالی که دوشنبه آب می رود از اون کانال آب آورده موندیم تو انا همین ماشین های آبکش و دوازها برای خلق آب کشند. برای چی؟ برای آنکه اگر از نقطه آبکشی در اینجا نباشد نزدیکترین نقطه آبکشی در محله کلیلین است یک 10 کیلومتر از اینجا دور.
10 کیلومتر از اینجا رود 10 کیلومتر بیاید آب گرفته. اگر نرخی آبی که حاضر از اینجا مثال میگیریم تا بالای قشلاق میبرد 200 سومونی، اگر کلیلین رفته بیاید میبرد 300 سومونی. یعنی ما همین رو همینجا تشکیل کردیم برابری من و برادری من با خلق هر یک ماشینش 100 سومونی ارزان می‌رفتد. خلق این یک قوه بزرگ است. دعای خلق دعای بزرگ است. دعای خلق را گرفتن در کار. برای همین چقدر ما تونیم باید با خلق و وطن خدمت کنیم، دعا گیریم، چون که آدمیزاد با دعا سبز می شود. این پول دنیا رو اون دنیا برده نمی شود با خود. لیکن افسوس که 60-70% جوانان دروغگویند، قلابند، فریبگر هستند. من جوانان صافدل رو نمیگویم، به خود نگیرید، همین قلاب ها رو میگویم، چون که همین شب و روز من با قلاب دستگریبان هستم. ولی یک نوار میکنم از نزد یک مگزین بینو و خلق نشان میدم که چقدر قلاب مرا فریب کرده ایستاده است. همدوران عزیز، من در پناه خدا باشید. تلفن رقم دلشاد رو من میمونم در باره اعلان. شما تماشا کنید و کدام آب زدنی است با دلشاد در تماس برید. انا میخوام آب رو برآورده به شما میگم. این آب رو ما بالا میبریم، به قشلاق میبریم، به خانه ها میبریم تا آبی تازه کنیم. در پناه خدا باشید دوستان عزیزی من. همین خوبی کنیم، همه وقت است یک دیگه را گرفته خوبی کنیم. این دنیا کیروی بدی ندارد، همه وقت کیروی خوبی دارد. در پناه خدا باشید.